من نکته رو برای همه بینندگان عزیز عرض کنم که اگر آقایان برداشتشون این هست که ما این روایت رو میاریم امهات المؤمنین به ویژه عایشه را زیر سوال ببریم، قطعا این نیست. و یا شیعه به امهات المؤمنین به ویژه عایشه نسبت فحشا میدهد، این قطعا نیست. شما بیایید یک عالمی از علمای شیعه در طول تاریخ بیاد بگه بر این که مثلا نستجیر بالله یکی از همسران نبی گرامی انبیای گذشته مرتکب فحشا شدن، ما نداریم اصلا بربدن. حتی آلوسی وهابی یا سلفی میگه و نسب للشیعة قذف عایشه، به شیعه نسبت داده شده که نسبت به عایشه خلاصه نسبت فحشا میدهند. و هم ینکرون ذالک اشد الانکار، شیعه ها این رو با تمام وجود انکار میکنن. جالب اینجاست، آلوسی میگه ولیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر، اصلا در کتابهایی که مورد اعتماد شیعه هست از این نسبت فحشا به عایشه هیچ عینی و اثری نیست. آقایان مراجعه کنند تفسیر روح المعانی جلد 18 صفحه 122 و جلد 28 صفحه 100، اینا را آقایان مراجعه کنند در همون ذیل آیه نور 18 122. خب ببینید علمای شیعه شیخ طوسی و غیره برای شما عرض کنم میگه آقا فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا فقط اخطأ خطأ عظیما. تبیان جلد 10 صفحه 52. حتی بعضی از بزرگان ما ادعای اجماع کردن در این قضیه. این رو بینندگان عزیز همچنین برادر بزرگوارم جناب آقای مراد ذهین رو داشته باشن. شیعه به طور کلی دامنش از انتساب به این قضایا مبرد